یک کار خیری که قرار بود انجام بشه برای خودم مرخصی داده بودم. قرار بود با جناب اوستورک در مورد دوشونوش برنامه داشته باشیم، اما به خاطر اینکه حالا یک کار خیلی پیش اومده در اون وقفه افتاد و خب من الان از این وقت استفاده میکنم ببینم کی این کار خیر آغاز میشه و اینها. در نتیجه گفتم کتاب رو بخونم، حالا هر چند دقیقه شد که شد. امیدوارم که دوستان اگر برنامه کوتاه بود ببخشن، اگر هم وقت بود که کتاب بعدی رو هم خواهم خوند. حالا بریم سر کتاب، خیلی چیز نکنیم، ببینیم که کدوم کتاب ها رو امروز میتونیم بخونیم. میزان الحق رو دیروز خوندیم، کتاب بسیار زیبا و روانی بود. مکارم اخلاق رو هم آغاز کردیم بخونیم، یعنی خوندیم، در اصل 4-5 صفحه ازش خوندیم. خیلی خوب نوشته شده بود ولی نتونستیم به موضوع اصلی رو پیدا بکنیم، پی ببریم. حالا این دو کتاب آخر رو هم باز میکنیم، بعد از این به سراغ کتاب های دیگری خواهیم رفت. یکی این ساعتنامه نام داره و این یکی هم درس هایی که میبایستی از قیام مردم فروردین آموخت. نه، این دیگه یکی از دوستان حتما یک کتابچه فرستاده، منم دانلود کردم، این نیست. این پس همین یک کتاب الان مونده، این رو فعلا بخونیم از مجموعه امروز و اگر وقت داشتیم حالا کتاب‌های دیگری رو تخصصی، مثلا در مورد سیاست، در مورد اقتصاد، در مورد از این به بعد دیگه همینجوری دانلود نمی کنم، بلکه بر اساس یک رشته خاصی رو میگم و کتاب‌های اون رو چند تا کتاب دانلود میکنیم تا با خوندن این کتاب‌ها با ترمینولوژی که در گذشته ترک‌ها برای در اون علم استفاده میکردن و زبان اون آشنا بشیم. این به نفع خود من خواهد بود و دوستان اگه خواستن اونها میتونن از اینها استفاده بکنن. اگرچه وقتی اینجوری داریم دانلود میکنیم، هر چیزی که اونجا گذاشتن داریم دانلود میکنیم، موضوعات متنوع میشه و دوستان میتونن بیشتر با اونها آشنا بشن، کتاب‌هایی که در اون زمان نوشته شده. حالا با اجازهتون بریم ببینیم که کتابی که امروز باز کردیم اسمش ساعتنامه هست. در 1121 نوشته شده، حدوداً 325 سال پیش نوشته شده و 270 صفحه هستش. حالا یه نگاه کلی به خود کتاب بندازیم در عرض 1-2 دقیقه. اینجا 124 صفحه میگه هستش که اینجا 270 صفحه داره. اینجا هر صفحه 11 سطر. ابعاد کتاب رو هم اینجا نوشته. این کتاب فکر میکنم دوباره باید این نه همون شخص نیست، احتمالا یه شخص دیگری هستش. Bu kitabı saatname derler. Bu kitabı yazan ve vakf eden Zayıf Muhammed ibn Abdullah. Bu kitabı ele alıp okumağa başlayan kardeşler dilerim sizden Allah rızası için olsun. Benim ruhum için 3 İhlas ve 1 Fatiha-i Şerif okuyup ruhime hibe eylemek rica ve niyaz ederim. Hakkı Subhanehu ve Teala Hazretleri cümleyi maksudinizi dünyavi ve ahrevi ma'mur eyleye amin به حرمت سید الانبیاء سید الانبیاء و المرسلین به رحمتی که یا ارحم الراحمین. Bu kitabı ümmeti Muhammed ve muhayliye
وقف اولسون اوکیانه و دینلینه نفع جقدر والله عالم بالصواب. خب اینجا دیدیم که اسم کتاب رو خود نویسنده و خود وقف کننده این متن رو نوشته، اینم مهرشه که گفته این کتاب اسمش است ساعتنامه و کتاب رو کسی که هم نوشته و هم وقف کرده اسمش محمد ابن عبدالله هستش. بیشتر توضیح نداده در رابطه با کتاب برای به دستش گرفته، یعنی شروع کرده و اگر کسایی که شروع به خوندن این کتاب میکنن bu kitabı ele alıp okumağa başlayan kardeşler dilerim از برادران که این کتاب رو به دستشون میگیرن و میخوان شروع بکنن به خوندن ازشون آرزو دارم sizden از شما Allah rızası için benim ruhum için 3 ihlas ve bir Fatiha okuyasınız. من burada onu okuyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sıratal mustakîm. Sıratallezîne en'amte aleyhim. Gayril mağzûbi aleyhim veleddâllîn. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahus samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahus samed. Lem yelid ve lem yulad ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم یولد ولم يكن له كفوا احد. دوستان حالا احتمالا شما بگید که آقا این چه کاریه داری در ملأ عام این کار رو میکنی و مثلا این سوره ها رو میخونی، شما داری مسلمانی رو چیز میکنی؟ نه، ببینید هر کتابی رو که بخوایم بخریم یه هزینه داره. ایشون گفته این کتاب هزینش این ستاست. ما اخلاقاً این هزینه و این ثمن به فارسی به عربی میگن، این ثمن رو، این بهای کتاب رو باید بپردازیم. ایشون این رو خواسته و ما اینو پرداختیم. حالا اون یک کتاب ها نگفتن، ما هم همینجوری رفتیم. این رسما خواسته که یه فدیه‌ای برای خوندنش بدیم. حالا بریم کتاب رو ببینیم. صفحه کتاب به این حد خیلی خوب دیده میشه، لازم نیست کوچکش بکنیم. مهرش رو دوباره اینجا زده، اینجا هم وقف رو نوشته. خط بسیار زیبایی داره که من میتونم بخونم. منظورم زیبا خطی که من بتونم بخونم، اگر نه خطهایی که خیلی هنری و اینا اون کار حرف دیگه است. منظور من از خط زیبا این هستش که من میتونم این خط رو بخونم. یکی از زیبایی های این کتاب این هستش که کلمات فارسی و عربی همه رو اومده استاندارد کرده، یعنی روی حروف، شکل حروف، صداهای اونها رو هم سوار کرده. در نتیجه ما میتونیم حروف و کلمه رو به شکلی که در زمانی که ایشون مینوشته بخونیم. حالا من میگم مثلا چند جایی که به نظر من الان بعضی جاها دیگه اون رو نمیخونن، ما اینها رو خواهیم خود. این کتاب از این جهت که به استاندارد نوشته شده خیلی زیباست. از طرف دیگه میبینیم که با رنگ قرمز هم یه چیزهایی رو به رنگ قرمز نوشته. حالا اینها یا نام حضرت رسول هست، یا یه جمله های عربی هست، یا اول و انتهای مثلا اسم افراد دیگری رو هم به همین شکل نوشته. نگاه کنید، عمر، عثمان، علی. البته اینجا محمد، ابوبکر، عمر، عثمان، علی، محمد یا محمد. حالا اینها هم داریم میبینیم که به رنگ قرمز نوشته. دوباره چند صفحه بعد مهر وقف رو زده و نوشته وقف. دوباره مهر نزده ولی نوشته وقف. میبینیم اینها رو. حالا خودش مدعی که این کتاب بسیار مفیدی برای مسلمان ها هستش. حالا چون این کتاب 270 صفحه هست، من دیگه خیلی روی این نمیمونم. این کتاب چون جدیداً نوشته شده، میبینیم که در حاشیه های کتاب جا برای نقد نیست، برای اینکه کاغذ در اون مقطعی که این کتاب حدود 300 و خورده سال پیش نوشته شده ارزون شده بوده. اینجا میبینم به نظرم میاد که خط یه مقدار قلم تغییر کرد، خط عین همه. نگاه کنید اینجا خط به این شکل، از اینجا به بعد قلم احتمالاً شکسته. ایشون دوباره اومده از نوع دیگری این رو تراشیده و
قلم یه مقدار چیز شده، اینجا دوباره تغییر میکنه قلم و اینجا دوباره تغییر میکنه. حالا از اینها بگذاریم، اینجا درست میشه، دوباره برمیگرده به شکل اول که اینجا میبینیم خیلی ریزتر و حالا جذابتر به نظر من دیده میشه، چون که سواد من میرسه به این شکل بتونم بخونم. بریم ببینیم صفحه های آخر چی خواهد بود. چند صفحه آخر رو هم ببینیم، حدوداً 10-12 صفحه آخر رو ببینیم که چی هستش. از اینجا شروع میکنم. به نظر من کتاب بسیار جالب هستش از نظر ظاهری. حالا اینجا میبینم که از یه جایی به بعد اون استاندارد رو رها کرده، از کجا رها کرده نمیدونم، ولی دارم میبینم که تا یه جایی که ما نگاه کردیم کلمات عربی رو فقط اینجا میبینم که یا بعضی از مثلا اینجا میبینم که ایهای بلند رو در زبان ترکی هم گذاشته، اما بقیه صداها رو روی حروف نگذاشته، ولی روی عربی ها هنوز اینجا میبینیم. البته اینجا میبینیم آها رو هم گذاشته، بعضی جاها ای و آ رو گذاشته. خب اینجا به آخر کتاب تقریبا رسید. 1121 رو اینجا گذاشته خودش، احتمالا با رنگ قرمز گذاشته و این نشون میده به این که این هستش. حالا برمیگردیم و آخرش این یکی دو سطر آخر رو میخونیم ببینیم چی هست. خب بسم الله هازا کتاب و ساعتنامه تضییف هبت الله رحمت الله. احتمالا تصنیف باشه، اینجا ف افتاده. تصنیف یعنی صنف کردن، یعنی نوشتن به هر حال دیگه، که این رو تصنیف هبت الله رحمت الله. هبت الله هبت الله. حالا مثلا من الان نگاه کنید، اینو هبت خوندم در حالی که بعد دیدم هبت الله هستش. این هبت الله اینو تصنیف کرده ایشون، از روی اون کپی گرفته، احتمال میدم که از روی اون کتاب کپی گرفته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی جعل الاسلام نورا، اشهد ان لا اله الا الله الملك المحمود الصمد الصمد المعبود و اشهد ان محمدا عبده و المقدم الامین و رسوله الکریم المبین و صلی الله علیه و علی آله الطاهرین و سلم. ایمدی. ببینید از اینجا شروع میکنه به اینکه بحث رو آغاز بکنه. اجازه بدید من اینو یه ذره دیگه بیارم پایین تر که بهتر دیده بشه در اونجا. ایمدی kardeşler bu kitabı تزنیف. حالا دوباره اینجا میبینیم که تزنیف نوشته، پس اسمش احتمالاً از کلمه زیف اومده باشه به معنی حالا هنر یا به معنی حالا هر چیزی. اینجا کتاب تزنیف قılındı. Kardeşler bu kitap tezniف قılındı. İleri ahbardan. İleri یعنی geçmiş، گذشته. ایلرو احباردن و عجایب. احبار همون اخباری که الان امروزه میگیم اون هست. ایلرو اخباردن و عجایب احوالیدن نه ها احوالدن اخباردن و احوالدن و yer kökte و yer kökten ne kim vardır. حالا yer kökte نمیدونم این yer kök اینجا چه معنی میده. احتمالا yer üzünde باشه. yer kökte ne kim vardır yaratılmıştan ve ne kim Hakkı Teala ve tegaddem yarattı ibrettir. Eşiden kardeşlere ve dahi bu kitabın manası dürlü.
Dürlüva. Hala manası Dürlüva kitaplardan alınmıştır. این Dürlüva نمیدونم یعنی چی. دوباره احتمالاً dürlü olan kitaplardan alınmıştır. Nevane ve tefsir netaic sabaye ve tefsir fetava bunun emsali kitaplardan derc olunmuştur. اسم کتاب ها رو میگه نوانه یکی از کتاب هاست، تفسیر نتایج یکی از کتاب هاست، از سبایه یک کتاب و تفسیر فتاوا از این هم یک کتاب دیگر هستش. یعنی 1 2 3 و 4 کتاب رو اینجا نام برده. یکی از نمونه های از اونهاست. Bunun امثالی kitaplardan derc olunmuştur. از امثال این کتاب ها جمع آوری شده. و دخی şükürler olsun ol yüce padişaha bize akl ve idrak verip اکلدوک یعنی علاوه کردیم. یعنی یه چیزایی را خدا به ما عقل داده، بر اساس این عقل یه چیزایی به این کتاب ها اضافه کرده. گولاق وردی، göz وردی. حالا عقل داده، گوشم داده، چشمم داده، دیل وردی، زبان هم داده، الایاق وردی، دست و پا هم داده، کندو بیتینه واردوک. کندو بیتینه واردوک، به خونه خود رسیدیم، یعنی به جسم خودمون به تکمیل رسیدیم. قناعت وردی، حالا قناعت هم داد، رضاسی üzere oluruz. قناعت هم داد و ما بر اساس رضای او هستیم. oluruz یعنی میشیم. فقیرلوک وردی، فقیری هم داد. acılık مقامن توغری yola getirdin. حالا اینجا میگه فقیری رو داد، وردی، اجلک. ببینید من آجلوک اینو گفتم در حالی که آجلوک نیستش. آجگلک اوکی، آجگلک وردی. این من ببینید چقدر الجقلق وردی. ببخشید، الجقلق مقامن توتاوز. الجقلق اینجا الجقلق میشه، یعنی حالا من این چجوری تفسیر بگم که اون معنی رو بیاد. شکست نفسی، مقام شکست نفسی رو الجقلق اشاق olmak مقامن توتاوز یعنی بگیریم، انتخاب بکنیم. اینجا توتاوز tutmak'te. توتاوز یعنی بگیریم، مقام چیز رو انتخاب بکنیم. اینجوری میگه مقام الجقلق رو. من آجلق خونده بودم، این آجلق هستش. به خاطر فقیر من این رو آجلق خوندم. عقل من فکر کرد که این چیزه، ولی بعد که دقت کردم دیدم این الف و اینجا اولش نخوندم. بسیار الجقلق مقامن توتاوز توغری yolu گدرز راه درست رو میپیماییم، میریم. یولدن جیگانمزی از راه نمیتونیم بیرون بریم. جیگانمزی بولایه اسلام فلسطینی، اسلام قلعه‌سینی. Bulayike İslam gelesi içinde ilm şehrinin sultani tövbe eliyin tutasız.
حالا با یه آهنگی این جمله های کوتاه رو نوشته و با مثل یه چیزی شبیه ویرگول هم بین اینها جمله ها فاصله گذاشته که اینجا بیست. حالا اینجا که نگذاشته بود من یه مقدار تو تله افتادم. یولدن چیکان مزی یعنی نمیتونیم بیایم بیرون. بلایی اسلام بلاینه احتمالاً بلاینه، من این بلایکه خوندم که نمیدونستم چی، این باید بلاین یعنی کسایی که بولماق کردن. بلاینه یعنی کسایی که اسلام رو قلعه اسلام رو حالا پیدا کردن، در داخلش ایچینده علم شهرینین سلطانی، در داخل قلعه اسلام حالا اینو پیدا کردن. در داخل قلعه اسلام چه چیز رو پیدا کردن؟ علم علم شهرینون، اینم علم نبوده، ایچینده علم شهرینون سلطانی. علم احتمالا به معنی بایراق، پرچم هستش. حالا اینجا علم شهرینون سلطانی یعنی سلطان شهر علم. حالا این علم اینجا به چه معنی هست ببینیم بعداً توضیح میده یا نه. توبه alin tutasız, dست توبه رو بگیرید. Kardeşler sizleri doğru yola goya hava hevesi gırınlıktan garagülgünden garagülgünden çıgara. حالا garagüllük این باشته ولی اینجوری می نوشته Kardeşler sizleri doğru yola doğru، ما امروز میگیم doğru، این میگه doğru yola goya، شما رو به راه راست میبره. هوسین گراگونلوغدن هوا و هوسین، این فکر کنم به دوغری یا گویا هوا و هوسین از اونجا. کلوغندن یعنی این گراگونلوغ ما امروزه میگیم، از اون یعنی از روزگار سیاه جگره بیرون بیاره. علم جونشی، حالا اینجا جگره علم، اون علم ها اوکی. علم اینجا به معنی نشانه داره میاد، یعنی اگر به اون طرف علم، به اون شهری که علم ها هستش، سلطان علم ها اونجاست، حالا اون علم اونجا حضرت محمده یا اسلامه، میگه اون اونجاست به اون طرف برید. گراگونلوختن چگره علم نر، علم ها شما رو از گراگونلوخت در میاره. خب جونشی نورینه مستغرق اده، به نور خورشید، به نور جونشی نورینه یعنی به نور خورشید خودش مستغرق میکنه، یعنی شما رو غرق میکنه، یعنی شما در نور خورشید اون علم ها غرق میشید. دخی اول ملعون شیطان ایله جهنمه اتمقدن گرتره، همچنین با از شما رو از افتادن یا از انداختن به جهنم به همراه شیطان ملعون نجات میده. گرتره یعنی نجات میده. شیطانی بزه güldürmeye، اینجا حالا بعضی جاها گفتم این گ رو به کار نمیبرم برای اینکه بیشتر عربی دیده بشه. بزه güldürmeye، شیطان رو نذاره که به ما بخنده. اینو نمیشه ترجمه کرد به فارسی برای اینکه اینجا افعال متعدده به کار میبره که در فارسی در این جمله ها نمیشه افعال متعدد به کار برد. الله سبحانه و تعالی خشیم ettiğine ameller ettüne
amellerden saklaya. خدا الله پاکیزه و بزرگ خشیم ettiği خشیم ettiği یعنی اون اعمالی که عملlerden اینجا گفته، چون از اعمالی که به اونها خشم میگیره، خشیم ettiği نه عملlerden از اون اعمالی که به اونها خشم میکنه ساقلیا، نگه داره، ساقلیا. و اول حق پیغمبر که محمد مصطفی علیه و سلم nete bütün Kur'an ayetler hesabınca 6666 hadisi buyurdu. میگه که حضرت محمد هم و اول حق، اون حق پیغمبر که محمد مصطفی علیه و سلم نته بتون، نته یعنی بازم اینجا فکر کنم که نتکیم مثل اون همونطور که bütün قرآن ayetleri hesabınca بر اساس آیت های حساب، یعنی شمارش آیت های قرآن، بر اساس اونها 6666 حدیث فرمودند. من این از خوندنم قصدم بر اینه، نمیخوام حالا ترجمه بکنم، فقط بخونم بره. میخوام ببینم که این میخواد چی بگه، در اصل موضوع کتاب چی هست. بین حدیث امر بلده، امری بلده yürür و بین حدیث نهی. حالا امری بلده میگه 1000 از اون 6666 حدیثش امر هستش، حدیث های امری هستش، امر میکنه که فلان کار رو انجام بدید. یورور یعنی امری بلد یورور، امر میدونه و حرکت میکنه، یعنی در اون مسیره. و بین حدیث نهی بیلدیرور. حالا اینجا بیلدیرور بوده، پس این بیلدیرib امر بیلدیرور اینجوری باید بخونیم اینو. اینجا دو کلمه نوشته، من اینو نمیتونستم. امر بیلدیرور یعنی بین حدیث امر بیلدیرور، یعنی 1000 حدیث امر رو مشخص میکنه، اموری که باید انجام داد. و بین حدیث نهی بیلدیرور و 1000 حدیث هم میگه چه کارهایی رو نباید انجام بدید، مجازات داره. و بین داخی و 1000 دیگه هم قصاصلره ایدرور، به قصاص ها میبره. و بین حدیث مشایخلره بuyurdu و 1000 حدیث هم به بزرگان مشایخ فرمود. قیامتی bildirdi و 500 حدیث. حالا اینجا نمیگه که این قیامتی bildir چند حدیث در مورد قیامت داره. و 500 حدیث حلال حرامی و 500 حدیث هم حلال و حرام رو گفته. و احتمالاً همه قیامتی bildirdi و 500 حدیث احتمالاً اینا روی هم 500 تا باشه. اولویی عذاب قبری bildirdi. اولویی ucalığı عذاب قبری bildirdi. حالا اینا هم عذاب قبر اینا رو میگه. و 66 حدیث، حالا 66 تا مونده به نظرش. حالا حدیث حساب تامو، اینجا خیلی گاتشمش شده، گاتشمش شده. ببینیم چی هست. تامویی احجاقه bildirdi. اینا نمیتونم. تامویی اجاقی هستش، احجاقه اینو نمیتونم کامل. حالا اوده هجایی این کلمه خیلی تو دل هم رفته، نمیتونم. تام یعنی غذاها، تامویی یعنی غذایی، غذا. من اینو اجاق میخونم اما اجاقی
bildirdi. یعنی در رابطه با پخت و پست و غذا و اینها گفت. Və bu cümləsilə bunca təfsirləri və hədislər tərk edib tuğri yolları qıyıb azıb məsiyyət çərkəflərinə bulaşıb 70. حالا میگه که bu cümlesiyle yani با همه این احادیث و قرآن bunca tefsirleri این همه tefsiri که وجود داره و hadisleri که terk edip terk کرده doğru yoldan از راه درست doğru yolları قیوب یعنی کج کردن قیوب آزوب منحرف شده گم شدن البته اینجا قیماخ یعنی خارج شدن ولی آزماخ یعنی راه رو گم کردن معصیت چرکفلری چرکف چرک و کف هستش چرک و کف لباس رو که میشوریم هم چرک هم کف رو داره دیگه نه اینو میگه معصیت چرکفلری اون چرکف هایی که از معصیت میاد بولاشوب به اونها آغشته شده بولاشماخ یعنی مثلا ما لباسمون فرض بکنیم که با گرد و خاک آلوده میشه در یه راهی که مثلا تازه میسازن ماشین ها داره راه میره یا مثلا بدنمون به هوای آلوده‌ای که دود و اینها داره آلوده میشه این بولاشموش میشه این بولاشموش تو فارسی نمیدونم چی میشه راستشو بخواید فارسی من داره یواش یواش چیز میشه 70 bulaşıp 70 yetmak yani رسیدن احتمالا یتیم هم از این باشه 70 رسیدیم یا رب nice senin tariqlə doğrularuz bir yol içinde bulmazuz میگه یا رب چطور در راه تو توغرولاروز توغرو یعنی راست ها رو باشیم راست باشیم bir yol içinde در یک راهی که bulunmazuz نمیتونیم باشیم یعنی نیستیم یا ol yol birisin olda sultana eriştirir olda حالا من این olda میخونم اینو میگه یه راهی که یکی رو به سلطانی میرسونه چون bir عظیم الشأن پادشاه سن چون که تو یک عظیم الشأن پادشاه عظیم شأن هستی حبیبن اول یعنی خدا حبیبن اول sevgili محمد حبیب تو دوست تو اون معشوقه تو sevgili ما میگیم الان در آذربایجان جمهوری آذربایجان و در حالا مثل اردبیل و جاهای دیگه مشکین شهر نه sevgili ما مثلا در تبریز اینها رو قاطی کردیم مثلا میگیم سویمک مخزور اینه که عاشق شدن حالا فش رو هم میگن سویمک در حالی که اینها از در زبان ترکی ادبی نه کوچه و بازاری لهجه تبریز یکی سومک هست یکی هم حتی سومک اینجا مثلا سومک میگه ما در قرداغ سومک میگفتیم سومک sevgili همیشه معشوق sevgili محمد مصطفی علیه السلام حضرتینه ümmet eyle حالا این دوباره به این کلمه برگشتیم من اینو یه جایی خوب خوندم الان یادم نیست که چی خوندم ایلن فکر کنم ایلن این لام آخر خونده نشه ایلن یعنی برسون حالا اجازه بدید فقط ترجمه نکنم فقط همینجوری بخونم که با سرعت بریم جان ورمک آسان ایله can vermek ligimiz asan eyle ve ol halette iman kardeşimiz Kur'an yolda
iman kardeşimiz, Kur'an yoldaşımız öle. Yuharrime seyyidül enbiya. Yoldaşımız öle, yuharrime seyyidül enbiya ve azab قبرden آزاد. حالا اینجا آزاد رو ببینید، آزاد ننوشته، آزاد نوشته. آزاد اولوب، برای اینکه در زبان ترکی واقعا آزاد میگن دیگه، دل رو نمیگن در تلفظ عامیانه. حالا آزاد اولوب منکیر و نکیر سوالینه جواب veravüz ve cehennemden azat olup cennet içine dahil ole cemi ümmet Muhammed ile amin ya rabbel alemin ve dahi ulu ve azametlu ve heybetlu. حالا اینجا الفی که اینجا میبینید از عربی به ارث برده گذاشته اینجا، یادش رفته. و هیبتلو قیامت gününde nefsi deyip nefsi deyip çağıra eşitliğimiz vakti ümmeti diyor bizi ana vere ve Resul dahi şefaat eyliye terazuye dar tulub دارتولماخ چیز چند تا معنی داره. دارتماخ چکماخته، یه چیزی رو بکشیم، این دارتماغه. مثلا تنر رو بکشیم، پارچه رو بکشیم. مثلا فرض بکنیم که لباس رو شستیم، تنگ شده، حالا با آبی گرم شستیم لباس پشمی رو، حالا میخوایم اینو دارتماخ میکنیم که این بزرگ بشه، تنمون بیاد. این دارتماغه. خب دار هم از این کلمه میاد به نظر من، دار از دار میاد، برای اینکه اونجا هم این آدم رو بالا میکشن، هم اینکه اون آدم بالا کشیده میشه چیزش دارتماخ. و همین که به معنی اینه که یه چیزی رو خوردش بکنیم، آردش بکنیم. اونجا هم دارت میاد که داخل یه چیزی خیلی فشار بهش میاد. اینم مثل عین همونه، یعنی کسی به فشاری به یه چیزی میدیم، دارا چکروخ، دارتماخ یعنی اینو چیز میکنیم دیگه، میکشیم. حالا وقتی هم یه چیز رو آرد میکنیم، دارتماخ میکنیم، این دارتماخ هم در یه فشاری قرار میگیره و اون حالت اولیه‌شو از دست میده. در دارتماخ اون حالت اولیه رو از دست میده، یه چیزی کشیده میشه و از اون شکل و شمایل اولیه خارج میشه. مثلا انسانی که دارا چکلیر اون میمیره دیگه چیز شد. دارتوب şeytanlarıyla garışıp cehenneme gönderilenlerden ölmeyemiz باشه دیگه. این او ölmeyemiz یعنی نشید هممون نشیم. Subhan Tenri tarafına gidenlerden olavuz. از کسایی باشیم که به طرف سبحان الله میریم. تنری طرفine gidenlerden olarvuz بشیم همگی. آمین یا معین. bitilerimizi küsümüzden dolup ergamından. حالا این بیتیلرمیزی، حالا امروزه بیتیک میگن به کتاب، حالا این نمیدونم این به اون معنی هست یا بیتیلرمیزی. آمین یا معین بیتیلرمیزی. köksümüzden dalıp argamızdan. اینجا بیتیlerimizi نمیدونم چیه معنیشو اصلا نمیدونم. köksümüzden یعنی از پشتمون، از این پشت جناقمون، köksümüzden dalıp سوراخ بکنه، argamızdan از جلومون، جگوب
از اینجا بیرون بزنه. یعنی یه چیزی، این بیتیلریمیز نمیدونم حالا بیت به معنی چیزایی که کاشتیم باشه، بیتیلریمیز چیزایی که کاشتیم، اعمالی که انجام دادیم. بیتیلریمیزی köksümüzden delip arkamızdan çıkıp sol elimize verilip به دست اون آیات قرآن هستش که کارهاتون رو، اعمالتون رو، بله اینجا اون آیه است، دقیقاً اون آیه رو داره ترجمه میکنه. منتها بیتیلر اینجا همون کتاب به معنی بیتیک الان در آذربایجان جنوبی رایج شده به اون معنی میاد. بیتیک نامه اعمال، نامه اعمال که در قرآن ترجمه شده به نامه اعمال که بر آنان که کارهای خوب کردن اعمالشون رو از اینجا به دست راستشون میدن و از سمت چپ به دست چپشون، و این نشون میده که کی جهنمی کی بهشتیه. یا سمت چپ یه مقدار ارزشش پایینه لذا در بعضی از علما. خب بیتیلریمیزی یعنی اون کارهایی که انجام دادیم، سندشو، سند اون کارها رو که حالا اینجا چی میگن که confirmation در انگلیسی، کانفرمیشن یعنی تاییدنامه اون اعمالی که انجام دادیم امضا شده، دست چپمون میدن، از اینجا از پشت اینجامون سوراخ میکنن، از داخل قفسمون میارن میدن به دستمون. سول elimize verilip boynumuza odun boynumuza odun zincirler dağlayıp gerdanımın رو boynumuz gerdan, boynumuza odun zincirlerde qılıb یا dağlayıp zincirler dağlayıp حالا اینجا odun گفته یا اودن، boynumuza öden احتمالاً چیز قویلان، این من اشتباه خوندم. boynumuza öden zincirler dağlayıp yüzümüz kara olanlardan olmayavuz. حالا داره دعا میکنه که در روز قیامت که نامه اعمال رو از اینجا سوراخ میکنن، از پشت به از جلو اینجا میدن به دستمون و زنجیرها گردنمون رو داغ میکنن. boynumuza اودن احتمالاً اود باشه، این به معنی اود. الان ما میگیم اودن، تشدید میذاریم، میگه اودن یعنی از آتش، از زنجیرهای از آتش. داغلیوب، این داغلاماخ با یک قدیما من یادمه اینو تو کودکیم دیدم که مثلا اگر یک کسی زخم میشد، یه آهنی رو میذاشتن تو اجاق، این تفته داغ میشد، قرمز میشد و اینو میذاشتن این زخم روی زخم، این رو میچسبون دیگه خون نیاد، خون ریزی نشه. یا برای اینکه حیوانهای یک همدیگر رو بشناسن و اگر وارد حیوانات دیگری شد، داخل مجموعه حیوانات دیگری شد، بتونن جداش بکنن، می اومدن اونها رو داغ میکردن، دوباره با همین فلز یه علامتی روی اون حیوانات خودشون میذاشتن، این علامت مشخصه اون خانواده بود دیگه، dağlardılar. حالا اونو میگه اودن زنجیرler، oden zincirler yani oddan olan zincirler dağlayıp yüzümüz kara olanlardan öyle ölmeyavuz neşin. Ve dahi bu kitap hürmetine sırat üzerinde turdurup sual oli neylerden olmayavuz. دوباره در پل صراط نگه داشته و نپرسن که چی کار کردید، نباشیم مثلا سوال اولولرکن یا کلمادن yanlamadan ربیم حفظده. در حال که سوال میشیم yanlamadan احتمالاً از اشتباهات ربمون حفظ بکنه، یا
اگر یالان باشه yanılmadan yanılmak اینجا هم میتونه به اشتباه تفسیر بشه yanılmak، هم میتونه به yanmak آتش. yanılmaktan Rabbim hifzede. yanlub cehenneme yanlub cehenneme cehennem içine düşmeden hakka sığındık ve dahi hakkı ol sövünlü gertüğü sevgülü ol sevgülü yartüdüğü Muhammed Mustafa'nın yarları ki biri Ebu Bekir, biri Ömer, biri Osman ve biri Ali Rizvanullah aleyhi ecmaîn ve dahi اشر و مبشره و 10 tane دیگری که حضرت محمد اونها رو گفته که شما حتما بهشتی هستید و گوزیده sahabeler gittiği yola gidenlerden ölevüz olaq ve dahi 124.000 peygamberleri yoluna döterdük bizi ya dönderdük bizi یا dönderdün این واجب بشه dönderdün و ما رو به راه 1124 پیغمبر داخل 124 124,000 پیغمبر yoluna dönderdün bizi ما رو برگردون داخل اول yola dönder Rabbim و دیگه بازم به همون راه و dahi اولیاların ve salihler ve hacilerin ve gazilerin ve doğru yola giden alimlerin ve gözü yaşlıların ve abdülgüllerin ve zahidlerin ve müttegaların همون müttegaların gittiği yola göndere bizi ganilerin adli hakkı fakirlerin sabri hakkı. حالا اینجا باید حقی اینم باید حقی باشه غنیlerin adli hakkı fakirlerin sabri hakkı hastelerin هم خسته که امروزه میگیم خستelerin şükri hakkı dahi 4 yarun hakkı 4 یار کدوم ها هستن حالا فکر میکنم که همون 4 تایی که بالا نام برد 4 خلیفه 4 یارون حقی رضی الله عنه و حضرت محمدون حقی و دخی bu aziz kitabı tasnif eden نخیفی ضعیف نهیقی احتمالا باشه نخیفی یا نخیقی ضعیف bir ذره toprak هبتالله bir ذره toprak ها خودش به یه ذره خاک کاهش میده هبتالله ابن ابراهیم رحمت الله اسمش هبتالله هستش هدیه خدا هبتالله ابن ابراهیم پدرش هم ابراهیم هستش رحمت الله علیه eder biz خود dünyadan نقل edip ve bizden sonra sağ olan ümmetlere ve şeyhlere ve alimlere benden selam olsun. Ben zayıf toprak oldum. Ben zayıf toprak oldum. Ancak bir duaya muhtaç kaldım. İmdi her kim bu benim kitabımı ele aldıkta benim ruhum için evvel آخری صلوات ile evveli ve ahiri yani salavat ile bir Fatiha şerif
تلاوت ادب ثوابن بن فقیره هیبه اده. هیبه خودش اسمش هبه بود. حالا هیبه داغارجق، هیبه یک کیفیه که حالا کامل یادم نیست، ولی اگر اشتباه نکنم از جنسی که جوال رو میدوزن این رو چیز میکردن، میدوختن، یعنی میبافتن، یعنی از فکر میکنم از پنبه رو میریسیدن و این رو مثل گلیم میبافتن و بعد این رو یه چیز هم داشت، یک کمر بگیم، دسته بگیم داشت که اینجا مینداختن داخلش نون و اینا میذاشتن میبافتن. حالا هیبه اده اینجا به دو معنی داره، یعنی این که یه معنیش اینه که هبه بکنه، بفرسته، هدیه بکنه. یکی به معنی هدیه است، دیگری به معنی انباشتن روی هم. داخل bu کتابه عشق olsun. ببینید من برای اولین بار این کلمه عشق اولوب رو دارم میشنوم. خب در گفتار شفاهی اینو خیلی شنیدیم که سیزه عشق olsun، سنه عشق olsun، فلان کسه عشق olsun، اونایی که کار خوب میکنن انجام میدن. ولی میگه bu کتابه عشق اولوب مال هرج ادوب، برای این کتاب عشق شده، عشق ورزیده شده و مال هزینه شده، پول هزینه شده. وقف ادنه و کتابی یازن ضعیفه باشگه میگه برای هم کسی که این کتاب رو کرده خریده، کتابی یازن ضعیفه باشگه، هم وقفرن، هم کسی که این رو وقف کرده، هم کسی که کتاب رو نوشته هزینه کردن، عشق گذاشتن. هرسی باشگه یعنی هرسی جداگانه، جدا. birer فاتحه şerif تلاوت eden kardeşlere dilerim Hazret Allah'den. این برای اولین بار دیدم که الله دن رو با هم می نویسه، خیلی زیبا اینو دیدم. Allah'den son demde iman ile ختم edip cennet makamında cevar bir öle ver اولوز آمین به حرمت محمد المصطفى علیه و السلام. و bu کتاب ساعت نامه دیرler قرآن و حادیث، اینجا احادیث رو حادیث نوشته، و حادیث şerifler ile yazılmıştır ve asla eksik koymadım ki ahirette eşitmedin که آخرته اشitmedün دمیسن. نگی که نشنیدم، در آخرت نگی که من نشنیدم. تمامی احادیث رو جمع کردم. و bu کتاب ümmiler ve ümmiye خاتونلره نفعی چوخدور. ببینید کتاب رو هم برای زنان هم برای مردان نوشته. در اسلام یه چیزی وجود داشته دوستان. و ببینید در عثمانی یعنی یه چیزایی بوده که مردم، زنا هم درس میخوندن یا کتاب رو میخوندن. ببینید میگه bu کتاب امیلر یعنی مردان امی آمی، امیلر و امیه خاتوندار و خاتونهای امی، یعنی حالا بگیم که مثلا آمی دیگه بی سواد مثلا، نفعی çoktur. و bu کتاب ایله ameliyen lazımdır. Ameliyen lazımdır. Ve amel برای این کتاب لازمه. Kardeşler ve her kim bu kitabı yazıp veya yazdırıp vakf eylese 3 ihlas bir fatiha 1000 hac etmişçe ve gul azat etmişçe ve gul azat etmişçe ve nece 1000 fakire fugara kidir müşce gedirmişçe ve fugara gedirmişçe ve nece namaz kılmışça ve nece oruç tutmuşça sevap vere. ببینید این
ارزش کتاب رو در اسلام در میان نزد علمای اسلامی در اون زمان نشون میداده. بعداً ما از این کتاب‌ها از کتاب خواندن جدا شدیم. ببینید میگه که ارزش یک کتاب چیه؟ میگه گردشلر برادران، هر کسی این کتاب رو یازب اینو بنویسه، کپی بکنه، دست نویسه دیگه، و یا یازدروب یا بده بنویسن، یکی بده پول بده بنویسن، وقف ایلسه اینو وقف بکنه برای اینایی که پس بنویسه یا بده بنویسن یا وقف بکنه برای این سه گروه. اوت اخلاص، 3 تا سوره قل هو الله احد، بیر فاتحه الحمدلله رب العالمین. بین میگه به اینها رو بخونید به اندازه 1000 حج اتمیشجه، انگار که 1000 حج کردید، و گل آزاد و 1000 بنده رو اسیر رو آزاد اتمیشجه آزاد کردید، و بینجه و نجه بین فقیره گدورمیشجه، و انگار که برای 1000 فقیر میره، یعنی قضا میدوده اینها، و نجه نافله و نجه نماز نافله که ما در شیعه نمیدونیم چیه، نماز قلمشجه، اینجا که مثلا چند هزار نماز نافله خوندید، و نجه اروج توتمشجه و نجه چند هزار روزه رو انجام داده باشید، ثواب وره، ثواب داره. ببینید یعنی خوندن کتاب، این همه نوشتن کتاب، نویساندن کتاب، حالا ما بگیم که الان نوشتن کتاب و چاپ کردن کتاب. الان مثلا یکی بیاد این کتاب رو پول چاپش رو بده اینو چاپ بکنن، میگه که این همه ثواب داره. برای اینکه در دوستان من فکر میکنم ما در 250 سال گذشته به غرب مسیحی باختیم. انسان‌های طمعکار ما ترک‌ها اومدیم به خاطر یه پول به دولت خودمون، به خلافت خودمون خیانت کردیم. وگرنه از نظر 300 سال پیش اگر کتاب خوندن این همه ارزش داشته و این همه تشویق میکردن که به جای اینکه برید روزه بگیرید، به جای اینکه برید نماز، مثلا فرض بکنید یکی بیاد در روز 1000 رکعت نماز بخونه، نمیدونم هر روز تا آخر سال، از اول سال تا آخر سال روزه بگیره، نمیدونم حج بره 1000 بار، اینا میگه به جای این یک کتاب رو چاپ بکنید، یک کتاب رو بدید چاپ بکنن و یا وقفش بخرید وقفش بکنید. ببینید این برای این تشویق میکردن ما رو، و ما یک چنین ملتی بودیم و برای همین امپراتوری داشتیم. من فکر میکنم زمانی که یواش یواش ما از هندوستان شروع شد عقب نشینیمون و قم کرد از دست خیانت های ما، و خیانت های تنها ترک‌ها نیستش دوستان. یه اشتباهی که ما کردیم ما ترک‌ها این بود که کسایی که از دیگر ملت‌ها مسلمان می‌شدن اونها رو به سر کار می‌آوردیم و اینها در ظاهر مسلمان می‌شدند، در اصل مسلمان نبودند، و اینها در فرصت مناسب به حاکمیت ترک‌ها و اسلام مسلمان‌ها ضربه زدند. البته راهی هم جز این نبود، برای اینکه به هر حال ما مسلمان ها یه تعداد اولیه خیلی کم بودن دیگه. به هر حال هر کسی یک مقطعی یا هر خانواده در یک مقطعی مسلمان شده، همه که یک زمان در یک سال که مسلمان نشدن که بگیم که چیز بوده. در نتیجه انسان ها به تدریج مسلمان می شدن و ما اونها رو وارد سیستم حاکمیتی می کردیم و متاسفانه اینها هم مساعد برای خیانت بودن. در نتیجه ما می بینیم که دولت مثلا هندوها در هندوستان، البته ملل مختلفی که در هندوستان وجود داره، مثلا به انگلیسی ها خیلی کمک کردن، حتی رفتن سرباز شدن که علیه ترک ها بجنگن. در پاکستان هم همینطور شد، در سریلانکا هم همینطور شد، در افغانستان هم همینطور شد، در ایران هم همینطور شد. ایران امروزی دارم اینها رو امروزی دارم میگم، و در عثمانی اون دوره هم همینطور شد. من فکر میکنم از نظر علمی و صنعتی عقب مانده نبودیم، بلکه وقتی شکست خوردیم اینها به ما گفتن نمیدونم بیمار پیر اروپا،
اینا وقتی شکست خوردیم، یعنی خیانت‌های درونی. ما مثلا می‌بینیم که در جنگ جهانی اول به قولی میگن چند صد هزار سربازان کشورهای اروپایی همگی میخوان برن استانبول که مرکز خلافته، اینجا رو فتح بکنن و عثمانی رو از بین ببرن. ولی میبینیم در چناقلا میگن 300,000 نفر در مقابل 700,000 نیروی درای آمریکا، غرب، نگیم آمریکا، غرب میجنگن و اونها رو شکست میدن. ولی بعد وقتی که کودتا میشه بر علیه عثمانی و یواش یواش خواسته های پنهان غرب مسیحی رو این کودتاگران یکی یکی اجرا میکنن، ما میبینیم که همون ارتشی که ارتشایی که شکست خورده بودن میان بدون اینکه در مقابلش مقاومت انجام بگیره بیاد استانبول رو تصرف میکنن. یک گلوله شلیک نمیشه. خیانت به این میگن. و بعد از اون تاریخی که برای ما مینویسن اینه که آقا اینا ضعیف بودن، سواد نداشتن، تکنولوژی نداشتن. الان دوستانی هستن که این فیلم های مربوط به اون دوره رو نشون میدن، کشتی های بزرگی که هواپیما سازی داشته عثمانی، ماشین اتومبیل سازی داشته. حالا نه به این شکلی که امروزه هست، ولی خب اتومبیل های اولیه وجود داشته، هواپیما ساخته شده، کشتی های جنگی ساخته شده، توپ ساخته شده. خب به هر حال ما اینها رو الان نمیدونیم. من فکر کنم که کتاب خوندن برای مردم عامی در ترکیه به قدری اینها رو میخواستن تشویق بکنن که انسانهای عادی بی سواد برن کتاب رو حداقل گوش بکنن. چون کتاب بسیار گران بود، حداقلش این بود که برن گوش بکنن. خب من میخواستم ببینم که آیا یه جایی میرسیم ببینیم این چی میگه، بالاخره این کتاب موضوعش چی هستش. حالا ایشون یه جایی گفتش که حدیث ها رو جمع کرده که برای همه چیز باشه. من فکر کنم تا اینجا 12 صفحه حداقل خوندیم. بریم به صفحه 50 هم یکی دو صفحه از اونجا. البته ببینیم ساعت چنده. من هی چشم به در هستش، الان 1 ساعته. بریم از صفحه آخر هم، از صفحه 50 نه 100ش هم یه چیزایی بخونیم. این هم صفحه 100. حالا این هر چی بوده اینجا، فاذا سمع وجهه نفس الی الخائط جون yüzün divara cüre ölümü gene anda gör, her tarafa döne ölümü gör. Cün yüzün divara چevre من. حالا اینو از یه جایی گفتم به بعد دیگه متوجه میشیم که این صداهای حروف رو نمیذاره، در نتیجه در خوندنش دستمون متاسفانه قطع میشه از اون چیزی که دارم میخوام ببینم از کجا این دیگه صداها رو روی حروف نمیذاره. این کتاب بذارید اینجوری بگم، این کتاب اوایلش میاد ما رو با صداهای آشنا میکنه، صداهایی که نویسنده این تا اینجا، ببینید تا اینجا یعنی صفحه 86 85 86 صداها رو گذاشته تا اینجا. گردشلر ساگونون اللهم امرینید. حالا اینجا تا اینجا صدا گذاشته گردشلر. ببینید حالا تا اینجا صدا گذاری میکنه و بعد دیگه صداها رو حذف میکنه. فکر میکنم که احتمالاً یا خسته شده یا اینکه گفته خب تا الان دیگه این 70-80 صفحه‌ای که صدا گذاری کردم انسان‌ها با صدای کلمات آشنا شدن، میتونن حالا ایده. ولی روی کلمات عربی چون ترک‌ها عربی نمیدونن میاد صدا گذاری میکنه که به راحتی بشه اینها رو اصلا تشخیص داد. خب اونم پیدا کردیم که از چه ساعتی. حالا ببینیم اینجا چی میگه. haram gözlerdi. İkinci dilimiz ilan söylerdi. Üçüncü
garib, yetim maline tamah ederdün. Dördüncü vaizler, şeyhler, salihler, yanene ve okey kızım. مصدوق جناغنه ایدی. حالا دارن اشاره میکنن که من باید برم، با اجازهتون بریم صفحه آخر رو بخونیم و من از خدمت این کتاب مرخص بشم. بذارید ببینم این دو صفحه آخر رو به سرعت فقط بخونم. یا ربim dilerim senden ki bu kitabı okuyan ve dinleyen olsun, öğret olsun. 2 و دفنیان اینو نمیتونم. این دیغتیان یعنی چی؟ دیغنیان یعنی چی؟ 2 Cahan Fahri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ahirette şefaatin müyesser eyle. Amin. Be hurmeti seyyidul murselin be rahmeti ya erhamer rahimin ve İslam'ın amil mürselin. Amin ya rabbel alemin. Ya akviyan kardeşler, ya okuyan kardeşler, bu kitabı okuyup tamam olduktan sonra okuyan kardeş ve dinleyen kardeşlerden rica ve niyaz ederim ki bu kitabı yazan Muhammed İbni Abdullah 3 İhlas bir fete okuyup ruhine bağışlamak rica olunur. Allah için Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hakkı için olsun bu fakiri اینجا koymayıp olar. Koymayıp Allah Azimüşşan dünyada muradsün nefsine iman ahirette cennet müyesser eyleye. Amin ya mu'in be rahmetke ya erhamer rahimin. Bu kitabın tahriri seneye 1121 ماه رجب شریف. پس کتاب رو در همینجا نوشته 1121 در ماه şerif Recep ümmetim Muhammed vakıf olsun ve daima helliye verilip ogune diva vakıf eyledim. Zinhar bir kimsene hafz edip دروغ etmeyeler. Zira ahirete dahi olurum ve selam. اینجا داخی هم میتونه باشه، داجی هم میتونه باشه. خب این کتاب رو خوندیم، بسیار لذت بردم از کتاب. حالا کتابایی که تا امروز دانلود کرده بودم رو تموم کردم، لیستش رو دارید میبینید. اینها مجموعه کتاب هایی است که من دانلود کرده بودم و تا الان خوندیم. بیش از 70 کتاب رو تا الان خوندیم. حالا با اجازهتون در برنامه دیگری که نمیدونم که باشه، برای چند روز خیلی سرگرم البته هر فرصتی پیدا بکنم میام کتاب میخونم که خودم رو از این فیض محروم نکنم. روز خوبی داشته باشید. هر زمانتون